بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بار دیگر شما را با این محفل آموزش علم خوش آمدید میگویم و از درگاه پروردگار طلب آموزش میطلبم برای خود، برای هر تک تک ما و شمایان، و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان. و درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی نمیتواند او را گمراه بسازد و هر کی راه گمراهی را اختیار نماید، کسی او را هدایت کرده نمیتواند. و درستی که ما هیچ دانشی نداریم بجز آنچه که ای پروردگار تو بر ما آموخته ای و ای پروردگار عظیم و شأن و مهربان و بالا مرتبه، ما را به آنچه که سودمند است بیامرز، علم ما را بیشتر بگردان. امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی با همراه شمایان از این کتاب مبارک فقه میسر، فقه آسان بیان، که ما در باب عبادات در قسمت سوم یعنی زکات، در باب سوم درباره زکات آنچه که از زمین بیرون می آید، محصولات زمین صحبت خواهیم نمود. بسم الله. الباب الثالث، باب سوم، فی زکات خارجی من الارض و فیه مسائل، درباره زکات آنچه که از زمین بیرون می آید، محصولات زمین، و در این مسئله ها است. المسئله الاولى متى تجب و دلیل ذلك، کی زکات زراعت محصولات زمین واجب می گردد و دلیل آن. اساسی واجب شدن زکات محصولات زمین به دلیل فرموده او سبحانه و تعالی است. به دلیل فرموده او سبحانه و تعالی که می فرماید در سوره بقره آیه 267: یا ایها الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. ای کسانی که ایمان آورده اید، از بهترین چیزهایی که به دست می آورید و از آن چی برای شما از زمین بیرون آورده ایم، محصولات زمین، انفاق کنید، نفقه کنید، صدقه بدهید، زکات آن را پرداخت کنید. و تجب الزکات فی الحبوب اذا اشتد الحب، زکات در دانگی را حبوب میگویند، دانگی ها، وقت واجب می شود که دانه سخت شود، یعنی که برسد، قاق شود. و صار فریکا، و به حالت فریک، دانه پخته کامل رسیده برسد. و در میوه ها وقت واجب می شود که میوه به حالت پخته برسد و خوردن آن خوب شده باشد. برای این نوع زکات گذشتن یک سال شرط نیست، چون که در طلا و نقره و تجارت و غیر چیزها صحبت نمودیم. در زکات آنچه که از زمین برداشته می شود یک سال شرط نیست، با دلیل فرموده الله سبحانه و تعالی که گفتند و آتوا حقه یوم حصاده، و حق آن را در روز دروش بدهید. آن روزی که حاصل آن برداشته می شود، آن روز زکات پرداخت کرده می شود از این مال زمین. سوره انعام آیه 141. پس زکات در حالت دانگی و میوه‌ای که ذخیره شونده است، مثل دانگی ها گندم و جو، جواری مکه، برنج، خرما، از میوگی ها مویز از نوعهای گوناگون واجب می گردد. اما در میوه های دیگر باشد و سبزوات زکات نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین کردن آن را به اعتبار گرفته است که ذخیره شونده باشد و این معنای موافق است برای واجب گردیدن زکات مال از زراعت ها، آنچه که از زمین می روید. پس هرچی که دانگی یا که میوه باشد که آن ذخیره کرده نشود، آن را ذخیره کرده نتوانیم، پس از وی زکات نیست، از وی زکات پرداخت کرده نمی شود. و مثل سبزوات ها. مسئله دوم، شرط های زکات در دانگی ها و میوگی ها. شرط های زکات در دانگی ها و میوگی ها. برای واجب شدن زکات در دانگی و میوگی ها دو شرط اساسی لازم است. اولا به نصاب رسیدن آن، که آن 5 اوقیه میگویند، 5 وسق میگویند، به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لیس فی ما دون 5 اوسق صدقه، در کمتر از 5 اوقیه زکات نیست. روایت بخاری تحت رقم 1484 و مسلم تحت رقم 979. و اوقیه یا که وسق باره که شتر میبردارد،
و آن را 60 ساع میگویند به سای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس 5 وسق 300 ساع می شود و وزن نصاب برای گندم خوب تقریبا 612 کیلوگرم است. آنچه که از زمین میروید، گندم باشد، جو باشد، هر چه که باشد، دانگی ها 612 کیلوگرم. اگر وزنش به این رسید پس از آن زکات مال پرداخت می شود. یکم این نصاب میگویند. این را 1 ساع تقریبا 2.5 کیلو حسابیده می شود. اما انا همین نصابی که گفتیم باید در وقت واجب شدن زکات پرداخت کرده شود. یک مال همون شخص باشد، مال کسی دیگر نباشد. این مسئله دوم. مسئله سوم مقدار واجب، مقدار زکات واجب. پس مقدار زکات واجب در دانگی و میوه ها 10 است، یعنی 10%. هر آنچه که بدون زحمت، به زحمت کشیدن، به زحمت آبیاری شده باشد، به مثل از آب باران خورده باشد یا که از چشمه ها و غیره، در این حالت 10 داده می شود. از 10 حصه داده می شود، 10% آن داده می شود. اما اگر با زحمت و محنت و با ستیل یا که با یگام آلت های دیگر آبیاری شود، در این حالت نیم 10 داده می شود، یک 5% داده می شود زکات مال از آن دانگی ها یا که میوگی ها. و دلیل آن فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است که گفتند فیما سقط السماء والانهار والعیون او کان بعلا عشر. در آنچه آسمان، رودخانه ها از آسمان میبارد، از رودخانه ها، از چشمه ها آبیاری کرده می شود یا خود بر ریشه آب میگیرد، 10 است. از 10 حصه 10% داده می شود. و فیما سقی بالسوانی و ندحی نصف العشر. و در آنچه که با چرخ، مثلا با ستیل، با دست یا که با یگام چاروا یا که یگام آلت های حاضره آبیاری شود، پس نیم 10 داده می شود. روایت بخاری تحت رقم 1483 و مسلم و ابو داود تحت رقم 1596. المساله الرابعه، مساله چهارم، درباره زکات عسل. زکات عسل ابن عبدالبر رحمت الله علیه از اکثر علما نقل کرده است، روایت کرده است که در عسل زکات نیست، زکات نیست. و فرمودند که این درست ترین است، درست ترین قول هاست، چون در اینجا اختلافی هست. از علما گفتن که از عسل هم زکات هست، اگر از 40 لیتر عسل زکات مال پرداخت کنده میشه گفته هستند. اما در قرآن و حدیث چیز روایت صحیح برای واجب گردیدن زکات از عسل نیست. پس تا وقتی که دلیلی وجود ندارد از وی زکات نیست. امام شافعی رحمت الله علیه گفته است که حدیثی که در عسل 10 است، از 10 حصه داده میشود، ضعیف است گفتند. و همچنین حدیثی که در آن گفته شده است که از عسل گرفتن نشود، ضعیف است، مگر از عمر ابن عبدالعزیز. از عمر ابن عبدالعزیز، این خلیفه رشید، که روایت دیگه است که از عسل هم چیز، از عسل هم زکات داده می شود. برای همین فرمودند که انتخاب ما این است که گرفته نشود از عسل، زیرا سنت و آثار و در چیزهایی که زکاتش واجب است ثابت شده است، اما از عسل این مورد ثابت شده نیست. قال ابن منذر فرمود لیس فی الوجوب الصدقه فی العسل خبر یثبت. ابن منذر گفته است که در واجب بودن زکات در عسل هیچ خبری که ثابت باشد آمدگی نیست. پس در بیان عسل خلاصه اختلاف است، اما آنچه که در این کتاب ذکر شده است آن را واجب نمیدانند. مسئله پنجم درباره ریکاز. ریکاز چی است؟ ریکاز گنجینه هایی که از زمین برآورده می شود. ریکاز آن چیزی است که از گنجینه های زمان جاهلیت پیش از اسلام یافته می شود، مثل طلا، نقره و غیره، که به آن نشانه های کفر باشد و برای یافتن آن خرج یا زحمت زیاد صرف نشده باشد. اما آنچه که به خرج و زحمت زیاد یافته شده باشد در آن زکات نیست. و در ریکاز چی است؟ آن مالی که از گنجینه های زمان جاهلیت پیش از اسلام گرانده شده هستند، طلا، نقره، هر چیزی که باشد. پس در ریکاز از کم و بیش، کم و زیاد بودنش 5 یعنی که 20% داده میشود، از 5 حصه واجب میگردد. و برای این ریکاز همچنین گذشتن 1 سال هم شرط نیست. هنگامی که پیدا شد یافتی این ثروت ها را از زمین، چیزهای جاهلیت، از وی قسمت از آن را، از 5 حصه آن را صدقه میدهی. چون حدیثی که روایت بخاری است و مسلم است از حدیث ابی هریره گفتن که و فی الریکاز خمسون، گفتن در ریکاز 5 است. و این مالی که گرفته میشد به منفعت عمومی مسلمان صرف باید شود، به منفعت عمومی مسلمان باید صرف شود و شرط نیست که از یک نوع مال باشد، چی طلا باشد، چی نقره باشد، چی دیگر چیزهایی که از زمین پیدا می شود. پس انا همین ریکاز بودن انا همین مال از روی نشانه های کفر معلوم می شود که در آن یگام نشانه های کفر است. در آن مال، در طلا باشد، در نقره باشد، یگام نوشتجات های یگام چیزا پیدا می شود، مثل نوشتجات آنها یا که نقشه های صورت ها یا که یگام چیزهای دیگری. اما معدن باشد، هر چیزی که از زمین بیرون می آید که از جنس خود زمین نیست، از نباتات نیست، چی موعی باشد، مثل نفت،
هر چه که در این نفت داخل می شود، چی سخت باشد مثل آهن، میس، طلا، نقره، سیماب و غیر از این، در اینها هم زکات واجب می گردد و در این اتفاق علما ذکر یادآور شده است و دلیل آن عمومی متن‌هایی که شریعت بیان کردگی است درباره آن چیزی که از زمین خارج می شود برآورده می شود، در آن زکات مال است. چون الله می فرماید که و انفقوا من الطیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، نفقه کنید، انفاق نمایید از بهترین چیزهایی که به دست می آورید و از آن چیزی که برای شما از زمین بیرون می آوریم. سوره بقره آیه 267. از این عموم آیات ها علما گفتند که هر چیزی که از زمین از این ماده ها پیدا می شود، پس در آن هم زکات مال است، در آن هم زکات مال پرداخت می شود.